آدمای زرنگ پارت 7. پرواز این آقا 6 ساعت تأخیر خورده و اونم تصمیم گرفته خودشو توی فرودگاه سرگرم کنه. این آقا برای عکسش کت و شلوار نداشته و از یه شلوار استفاده میکنه، وقتی باید از کمترین امکانات بیشترین استفاده رو بکنی. یا آقا گفته شیشه جلوی ماشین دوستم شکسته و اینم خلاقیتشه. تو این مکان استفاده از انواع اسکیت و دوچرخه ممنوعه، اما راجع به تک چرخه چیزی نگفتن. این آقا به خاطر کارش همیشه از خطکش استفاده میکنه. به همین خاطر اون یه خطکش 6 سانتی روی دستش تتو کرده. مادر این دختر بهش گفته حق نداره پاشو بذاری روی چمنا. یا آقا گفته پسرم با یه تیکه چوب برای خودش اسکیت درست کرده و واقعا هم کار میکنه. یه نفر از برف جلوی خونهش به عنوان یخچال طبیعی استفاده میکنه. خلاقیت مردم برای هم زدن مواد کیک و گرم کردن غذا در صورت نبود گاز.